خب عرض سلام و ادب. امروز به مرز بین ایران و افغانستان، مرز دو قانون تایباد اومدیم و در بین عزیزان دل، همسایگان افغانستانیمون که در حال مراجعت به کشور خودشون هستن چند تا گزارش جذاب خواهید داشت، دنبال کنید. چند سال ایران بودین؟ 9 سال. ایران 44 سال. من 3 سال. من 12 سال. آج آقا، برخورد ایرانی‌ها در مجموع شوری ایرانی‌ها آدم خوبی هم بدی هم؟ خوبم برادرمونم، هم باریکالله. خوبانیم، هم کشوریم، نقضی که چیم آدم چی بگه دیگه، حق باریکالله. خوب بود، من که چیزی ندیدم. داره همه جا خوبه. باریکالله. بعدشو داشتم خوبه. مردم خوبی بودن. یعنی هم خوبشو داشت هم بدش، هم با خوب بوده هم با بدش. درسته. دیگه هر جا خوب باشه همه خوبن، هر جا بد باشه بدن. مردم خوبی هم. مردم خوبی هم. مسلمانیم، شیعه هستیم یا اهل تصنع، با هم دو برادریم، هیچ فرقی نمیکنه. در مدت این 30 سال ما هیچ کدام مشکلی انشالله نداشتیم، در حال رفت آمد بودیم. با مدت 30 سال هم است که من رفت آمد میکنم، میبینم هیچ کدام اختلافی مابین دو ملت نمیبینم. خدمات که خوب بودن. درسته. من دیگه کار ندارم دیگه. با ما که خوب بودن. الحمدلله. الحمدلله. خیلی خدایی زحمت کشیدم، خری کشیدم، با ما خیلی لطف خوش کردن. ولی ما از اینا راضی، خدا راضی باشه. خب الان خودت داری برمیگردی؟ من برگردم افغانستان، چون belge سرشماری دارم. خب برای اطفایم برگردم افغانستان، گفتم باید با ویزا، چون اگه نگردم تا 5 سال دیگه اقامت دیگه نمیدن دیگه. مثلا با پاسپورت نمیتونی برگردی بیایی. درسته. بابام بچه خریدشو کی میخواد بده؟ یعنی شما الان برین بعد که بخوام برگردین چند سال طول میکشه؟ چند سال که چند ماه دیگه ویزا باز باشه میتونی بیایی، باز نشه دیگه نمیتونی بیایی. خب آقا، اینجا کمپی است که یا اردوگاهی که عزیزان افغانستانی مرحله آخری که به کشور خودشون برمیگردن، الحمدلله رفقای بسیج مردمی همه دست به دست هم دادن و دارن از مردم شریف افغانستان در وسع خودشون پذیرایی میکنن. آب معدنی هست، غذای گرم هست، جای خواب هست و خیلی امکانات دیگه. دم همه زحمت بکشن گرم.